سال مقدم یعنی سال 2011 ما هیئت ایجادی مرکز مطبوعات کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت با متصدی وقتی ساختمان از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان معاون اول سروزیر مملکت شادروان اسدالله غلام که اینجا اون وقت مجرای دریا و راه خود روان بود صحبت داشتیم که الحال از اون موضع تخمینا 150 متر ما در بلندی جای گیریم و همراه شادروان جوشان جنت باشد اطراف ماهیت این طرح تقدیرساز بنیادی صحبت میکردیم و خوشبختانه اون رو ثبت کرده در بایگانی ملت در تلویزیون تاجیکستان نگهداری میکنیم و این لحظه من در عرفه جشن بعد استقلال مقدس جشن 30 سالگی اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان که با صلح و وحدت سرتاسری اساس گذاشت و رشد و نمو را تا با احیای راغون آورده رساند که امروز ما میبینیم متخصص تاجیک معجزه ساحه هیدروانرژیک را اینجا راه اندازی دارد و گویا شادروان اسدالله غلام اون لحظه ها درک میکردند که بعد چنده از عالم در میگذرند و برای نسل های امروز و آینده وصیت پیشنهاد کرده بودند که ما باید به قدر این لحظه ها و چسب و تلاش سرور کشور که به پی قدم او صلح و وحدت پیش آمد مردمی گریزه های اجباری به وطن برگشتند و رشد و نموی سزاوار در تاجیکستان آغاز یافت که کلمیناسیای آن احیای راغون است. این لحظه من میخواهم به شما همدیاران عزیز وصیت اسدالله غلام را که چون یک نصیحت بسیار قیمت برای نسل ما ارزش همروزه او بالا می رود شنیده باشیم و سپس اندیشه هایمان را اطراف بود و باش راغون ادامه خواهیم داد. و خلق بزرگوار تاجیکستان همین را گفتنی هستم که همه ما باید در گرد پرزیدنت با هم بیاییم. در 20 سال استقلال همه پیشروی هایی که شد با این شخص بزرگ وابسته است و شاعر بزرگ گفته است که دوستان سخت پیمان را زی دشمن باک نیست. شرط دوستی آن بود که از پیوند یارش نگذرد. 100,000 خیط یکتا را نباشد قوتی چون به هم برتافتی اسفندیارش نگسلد. من با این سخنان همین را گفتنی هستم که اگر ما در گرد پرزیدنت خود با هم بافته شویم و همچون یک بند مستحکم بگردیم پس ما را یگان کس کنده نمیتواند و یگان دشمن به ما فشار آورده نمیتواند و تمام مسئله های اقتصادی که ما داریم اون حتما عملی میشه. ما الحال در این موضع آوازه‌داری کشور در راغون مشاهده میکنیم که برای ساختمان کارخانه بنیادی و سازنده و کشورساز ملت‌زای دیار نیروگاه برق آبی راغون تمام شرایط امکانیت ها سزاوار استفاده می شوند و بنیادگذاران کاخ نور تلاش بر آن دارند که این کارخانه بنیادی را موافق بر رسالتش وابسته به طلب زمان و معیارهای معمولی بین الخلقی اعمار سازند تا موافق به همون رسالتی به دوش داشته آینده به خاطر آبادی کشور و زندگی شایسته باشندگان و پسابندان نسل‌های امروز و فردا سزاوار خدمت کرده تواند.
اینجا معجزه بزرگی روی کار آمده ایستاده است که در آینده دقت سیاحان زیادی را از کشور، منطقه، جهان به خود جلب میکند و در اینجا وقتی که سربند بزرگی 335 متر ساخته پرره مورد استفاده قرار میگیرد، آبانبار راغون به طوری باید و شاید از آب لبریز میگردد. در احاطه کوههای آسمانبوس در بلندی بیش از 1000 متر از سطح بحر بزرگی به درازای 75,000 متر دامن میافکند که در آن مورد آنچه ما و شما اینجا میبینیم، مشاهده میکنیم و اندیشه هایمان را ابراز داشته روی نوار میاریم، پرره زیر تصرف آب قرار میگیرد و اینجا حقیقتا هم معجزه بزرگ پیدا می شود که زمین به آسمان می پیوندد. یعنی زمین هم کبود می گردد و آسمان هم وقتی که بیننده از اینجا گذر می کند از پشت سربند 335 متر که شاهراه بزرگ پیوندگری پایتخت و رخشان زمین و بدخشان می گذرد، همه روزه در اینجا صدها شاید هزاران مسافران، سیاحان و کارافتاده های گذر میکنند و حتما از این منظره پیش آمده، از معجزه بزرگی زمان که به پی قدم استقلال کامل دولت ملی پیش آمده است و ما آن را با افتخار معجزه استقلال نام میبریم، میخواهند دانسته باشند که این معجزه کی، چی خیل و با ابتکاری کی روی کار آمده. در دوام بیش از 1000 سال کتابت که تا به ما آمده رسیده است، این بزرگترین و روشنترین عمل است به خاطر آبادی کشور، زندگی شایسته امروزیان و قضاوتان ما و شما. برای همین این رو ما در برابر معجزه بزرگ استقلال، اینچنین ارمان شکن 1000 ساله هم نام میبریم، چون که در مورد پرره ساخته به استفاده قرار گرفتن نیروی برق آبی راغون در دوامی از 30 تا 50 سال آینده امکانی از خود کردن ذخیره بزرگ هیدروانرژتیکی تاجیکستان که از روی حساب‌های علما اساسناک شده 527 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد، دست می‌دهد و این بالاتر از افسانه برای عملی شدن آرزوهای در انتظار فرزانه فرزندان کشور از قدیم تا قدیم شرایط امکانیت فراهم می‌آورد و اکنون اینجا ما شاهدیم که آب آتش می شود از قدرت مردانی کار، آتش از آب خیزد نوری کوهستان شود. اکنون این دیگر افسانه نیست، اگر افسانه باشد هم افسانه است که به زندگی پیوسته. بعد ساخته مورد استفاده قرار گرفتن دور اول نیروگاه در فشار پست که امروز با مرام فعالیت دارد، ما باور حاصل کردیم که اکنون اینجا آفتاب آرزوگی حضرت مولوی با دست متخصص کشور اعمار شدن دارد و اکنون این لحظه ها ما با آواز بلند، با دل پر فرموده حضرت مولوی را که چون مناجات شیرین به درگاه پروردگار پیشنهاد شده است به طور همیشگی ابراز داریم که آفتابا بار دیگر خانه را پر نور کن، دوستان را شاد گردان، دشمنان را کور کن. بله، همون آفتاب آرزوگیه که با خواهش صاحب وطن فعالیت میکند و خانه و در ما را روشن و منور ساخته تقدیر آینده پسوندانمان را نیز نور و ضیا می بخشد. محض همین
کاخ نور تاجیکستان است که اون در آینده حقیقتا هم رسالت بزرگی به دوش داشتهش رو اجرا کرده بهار همیشگی رو در تاجیکستان پیش می‌آورد و امکانی عملی شدن آرزوهای هزار ساله رو پشتیبان می‌گردد. برای باور کردن به این فرموده ها من همچون شاهد قامت‌راست کردن این معجزه بزرگ که بیش از 10 سال همراه بنیادگذاران کاخ نور اینجا فعالیت دارم. همه روزه رفت کارها رو نواربرداری و کتابت و کارکرد کرده باوری کامل حاصل کردم که این آفتاب آرزوگی یعنی کاخ نور تاجیکستان حقیقتا هم سزاوار روی عمل آمده ایستاده است، رسالتش رو سزاوار اجرا میکند و آرزوهای هزار ساله ما رو پشتیبان گشته برای سزاوار زندگی داشتن پسوندان ما و شما تمام امکانیت ها رو فراهم می‌آورد. تمام نقشه های در گذشته و امروز و آینده اجرا شده ایستاده رو برای شما در شکل نوار الحال ما زینه به زینه پیشنهاد می‌سازیم. چطوری که سرور کشورمان دائما تاکید می‌دارند شنیدن کی بود مانند دیدن. این معجزه بزرگ رو با چشم سر دیده با عقل بهاگذاری کرده با محبت با این همراه شده برای آبادی تاجیکستان عزیز و زندگی خویش و پسوندان باید آرزوهای شیرین خود را عملی گردانیم. من خودم با تاریخ انرژتیکای تاجیکستان با انکشاف وی کم و بیش توجه دارم و درباره نیروگاه برقی آبی روغونم از آن جمله. وقتی که من اوجت‌های سرشوی آغازی ساختمان روغون لایه‌کشی و جستجویی کردن موضع ساختمان آن را سر کرده تا به امروز من آموختم اوجت‌های لازمی را جمع آوردم و با خلاص همه آنها را جمع کرده در آنجا 15 تا سنجش، آزمایش، تحقیقات و دیگر سنجش ها آیدی لایه روغون گذرانیده شده است که آنها از طرف یک تشکیلات یا یک اداره گذراندگی نیست، آنها در سطح بین المللی با طریق تشکیلات های گوناگونی اعتراف گردیده ساحه انرژتیکای جهانی گذرانده شدند. Nega, Chihuahua.